خب دوستان خیلی گفتن که مسیر سرخه رو نشون بده. از کنار توربین اون طرف که میایم بالا، از سمت چپ توربین کنار این درختای سر میریم جلو تا برسیم پای سرخه. به این منبع آب که رسیدیم، از توربین اومدیم این مسیر رو اومدیم تا رسیدیم به منبع آب. از کنار منبع میریم که بریم بالا. این برای ادامه مسیر پا کوب مشخصه تو حالت عادی تو روز، غیر از جایی که سنگ میشه و دیگه پا کوب معلوم نیست. اما چیزی که مهمه نباید تنها اومد. من اشتباه میکنم.
اینجا میرسیم به محلی که مسیر دوم این سمت صعود به سرخه با این مسیری که ما الان اومدیم به هم میرسه. یه مسیر داریم ما از کنار سیم خاردار که از پارکینگ شروع میشه، یعنی میاد پایین، میاد اینجا همین ضلع شمال شرقی دقیق که دیگه سیم خارداره و اون طرفش میشه زمین. از اینجا مستقیم میاد بالا با یه پاکوب خیلی تند. این طرفی که من اومدم بهترین زاویه بود، به خاطر اینکه شیبش ملایم تر بود. ما با یه شیب ملایم از استخر اومدیم تا اینجا. البته همینی که ملایم میگم خیلی نفس گیره نسبت به اون، ولی میاد و این از استخر میاد اینجا و اون از کنار سیم خاردارا میرسه اینجا. از اینجا بعد دیگه مسیر مشترک میشه تا برسیم بالای زیرقله سرخه. یعنی اینم از اولی یا قله اولیه سرخه. قله سرخه نه این میشه و نه این پشت اونجاست که حالا با هم دیگه میریم. اما چیزی که اینجا جالبه و زیباست رو بریم با هم دیگه نگاه کنیم. دیواره این طرفی کوه که بسیار زیباست و نمیشه ازش گذشت. من اگه حتی هدف سکسک کردن رو قله هم باشه و 1000 بارم اینجا رو دیده باشیم بازم ارزش دیدن داره. دیواره این طرف سرخه که از صفه دیده میشه این زاویه‌ای که ما از صفه اینجا رو می‌بینیم. اینجا هم یه پناهگاه کوچولو هست که میشه برای استراحت ازش استفاده کرد و دوربین قله صفه از این طرف. خب میریم تا برسیم به قله سرخه. اینجا تا قله سرخه یه نفسی میتونیم بکشیم، یه انرژی بگیریم بریم.
خدا قوت. سلام، سلامت باشین. ماشاءالله، سلامت باشین. حالا ببینیم زیاد نیست ولی خب بالاخره. و برسیم به اون بالا. اون بالا تابلوی قله سرخ نسبه. یادمه که دفعه اول که اومدم سرخه من تابلو رو ندیدم و نمیدونستم کجا نسبه. رد شدم ازش، رفتم و هیچی. دفعه بعد که اومدم دنبالش گشتم تا پیداش کردم. اینم از ایرادای تنها اومدن کوه. شما اگه با کسی بیای که بلده، اگه با گروهی بیای که باشگاهی بیای که مسیرها رو همه رو بلدن، شما این راهی که یه نفر 10 سال طول میکشه تا که کوهنورد بشه و نمیشه آخرش. یعنی کسی تنهایی کوه بره، خودمو میگم مثلا 10 سالم بیاد کوه، به اونجایی که 1 سال 2 سال با یه باشگاه معتبر بره کوه پیشرفت نمیکنه. تجربی چیزایی یاد میگیریم ولی وقتی با یه باشگاه بری اونا تجربیاتشون رو در اختیار آدم میذارن، چیزایی که تو سالیان دراز علمی و تجربی بهش رسیدن. ولی وقتی تنهایی میای نه، اینجوری نیست. این چیزی هم که برای آخر بار تجربی، درسته که تجربه خیلی خوبه ولی باز خیلی عقبی نسبت به باشگاه ها، نسبت به کوهنوردها. و این چیزی که من با اینکه خیلی ساله دارم میام صفحه دارم کوهنوردی میکنم بهش رسیدم، ولی خب دیگه بعد عادت شدم، نمیتونم همراهی کنم. چیزی که این روزا کوهنوردا رو صفحه بیشتر از همه چی اذیت میکنه، انرژی هممون میگیره. گاهی حواسمون بهش نیست، این هوای آلوده است. انقدر این هوا سنگین و بده که وقتی میام صفحه رو میریم فکر نمیکنه فشاری که بهمون میاد خیلی زیاده. یادم اون هفته ها 2-3 هفته پیش رفته بودم کرکس، اونجا خب خیلی هوا عالی بود، خیلی خوب بود. انقدر که اینجا نفس آدم میگیره اونجا نمیگرفت. خدای نجاتمون بده از این همه بیفکری و آلودگی و بی‌مدیریتی و هرچی که خودت میدونی دلیلشه. خب اینم قله سرخه. فکر میکنم حدود 40 دقیقه فیلم گرفتم تا رسیدیم اینجا. این فیلم رو گرفتم به خاطر دوستانی که خیلی گفتن مسیر سرخه رو فیلم بگیر. امیدوارم که مشخص باشه. سرخه اومدنش اول اینکه سرخه صفه اول بار حدود 3 ساعت باید توانایی پیاده روی، اول بار پیاده روی که دیگه آسون ترینشه، و بعدم کوهپیمایی باید داشته باشیم. تواناییشو نداشته باشیم اذیت کردن خودمونه و دیگران که باش میدن. بعد شیب تند سرخه است و مسیر چالشی سرخه. بارها و بارها توی مسیر ازم بودن دوستانی که مسیر رو گم کردن. پاکوب داره ولی بعضی جاهاش هم سنگ میشه، چون سنگ پاکوبش مشخص نیست، دیگه مسیر رو پیداش نکردن. تنها نیاین، فقط با باشگاه و یا یه لیدری که کاملا بهش اطمینان دارین و میشناسین. صرف این که من بگم اومدم سرخه با من راه نیفتین بیاین سرخه، صرف این که بگم من اومدم کوه و سرخه رو چند بار رفتم دنبال من راه نیاین بیاین کوه. با کسی بیاین که مطمئن باشین که راهو 0 تا 100 رو بلده و انشالله مسیرها دیگه صفحه هم اگه
حمایت کردین از این پست، یکی یکی پشت سر هم میزنیم، اگه نه هم که نه.